سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. توی این ویدیو اومدم بازی کاغذ سنگی خریدم. خب توی این بازی نجات کاغذ سنگی از کاکا سنگی از جنگل آمازون هستش با یه استیکر کاغذ سنگی. واقعا هدف خاصی ندارید، هدفتون اینه که خب یه سری مانع ساده رو رد بکنید. ساده که واقعا مانع سختیه. خب الان من 3 تا مرحله‌اش رو رد کردم، عکسش هم رو صفحه میارم با قیمتش. ارزون بود ولی خب واقعا اگه میخواین حمایت کنید سازنده رو باید بخرید، همچین ارزش خرید نداره. ولی امروز اومدم بازیش کنم، به هر حال پولش رو دادم. 3 تا مرحله‌ش رو به زور رفتم، فکر کنم نیم ساعتی طول کشید همین 3 تا مرحله. و قرار مرحله یکشو برم دوباره ببینم تو چقدر طول میده که مرحله یکشو دوباره تموم کنم، از اونجایی که تو نیم ساعت 3 تا مرحله میدونی خیلی بازی هاردی به نظر میرسه. ببینیم چیکار میکنیم. خب بازی شروع شد، الان صداش نیست خب چون خیلی صدای بازی بلند بود. حالا مچه بعدی اگه الان نباختم صداشو میارم براتون. صدای بازی حالا دیگه آهنگیه که همینطوری تموم میشه و دوباره پلی میشه. ببینید اگه 1 پیکسل از ای وای این کاغذ سنگی ما بخوره به اینا باختیم. مثلا من صدای گوشیمو کم بکنم. خب بریم، سعی میکنم مرحله یکشو تموم کنم در این ویدیو. یعنی واقعا به نظر ساده میاد، یعنی شما این بازی رو الان دارید این پلیشو میبینید میگید چقدر من اسکلم، ولی واقعا نه اونقدر ساده نیست. بله باید رو صفحه نگه داری تو پرشای بلندی انجام بده و کلا برای پرش بلند اینطوریه. یه کلیک ساده اینطوری کنی آروم و ساده میپره. بریم اینا رو من 3 تا جامپ میرم، اگه به صفحه گیر کنیم هم دیدید که میبازیم. یا خدا مرحله یکشو سریع رد کنیم میرم مرحله دوشم تموم میکنم که نشد. و خیلی تمرکز میکنم. واقعا شما بازی بود چی بود؟ من 2 ساعت از من فکر کردم واقعا بخوام تمومش کنم. واقعا تمرکز بذاری چون میشید. من یه چقدر تموم کردم. اگه بودم میکنم واقعا چیزی بدون بازی بکنه بالا بهتر بگیرش. نظر میشه خاصی. تموم کردم این بازی. تمرکز. اشتباه کردم. وای خیلی دارم دوستان عجله میکنم. اوکی یه 3 تا جامپ، یه 3 تا خب تا اینجا شو رفتیم. یا حضرت عباس برو. وای مردم تا بردم. این بودم مرحله اولش. شما تو کامنت ها بهم بگید آقا ارزش خرید داشته یا نه، واقعا فشاری کننده است. و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.